سلام و عرض ادب خدمت همراهان پیج واچمیکر. امروز میخوایم تو این ویدیو تنظیمات ساعت GB100 رو مرور کنیم که به دو صورت بلوتوثی و دستی قابل تنظیمه. برای تنظیمات بلوتوثی شما باید اپلیکیشن رو توی گوشیتون نصب کنید و وقتی گوشی به ساعت کانکت بشه تمام تنظیمات زمان و تاریخ به صورت اتوماتیک تنظیم میشه. برای تنظیمات دستی شما نیازه که دکمه سمت چپ بالا رو فشار بدین، وارد تنظیمات میشین. با دکمه سمت چپ میتونیم گزینه ها رو بالا پایین بریم و دکمه سمت راست برای تایید و خروج. دکمه سمت چپ پایین رو فشار میدیم، وارد تنظیمات میشیم. با دکمه سمت راست بالا. گزینه اول گزینه بلوتوث هستش که برای تنظیمات بلوتوث. گزینه دوم تنظیمات دستی هست. دکمه سمت راست بالا رو فشار میدیم. خب توی این قسمت خطی که میبینید زیر عدد 3 کشیده به منظور این هستش که شما الان میتونید ساعت شما رو تغییر بدین. با دکمه سمت چپ بالا و پایین میتونید عددتون رو تغییر بدین. گزینه راست بالا تایید میشه. رفتیم روی تنظیمات دقیقه شمارمون. دوباره با همین دکمه سمت چپ بالا و پایین میتونیم تغییرات رو انجام بدیم. دوباره دکمه سمت راست بالا تایید. تنظیمات سالمون هست سال 2024. دوباره ما تایید میزنیم. ماه میلادی حتما دقت کنید که تنظیمات تاریخ باید به صورت میلادی باشه. دوباره با دکمه سمت چپ میتونیم عددمون رو کم و زیاد کنیم. دکمه سمت راست تنظیمات روز که دوباره با دکمه سمت چپ بالا پایین میشه و تایید نهایی. خب اینجا که تنظیمات تاریخ و ساعتمون تمام شد و ما گزینه تایید رو زدیم، ازمون درخواست میکنه که میخواین این تنظیمات ذخیره بشه یا نه. ما دوباره تایید رو میزنیم و منتظر سیو میمونیم. گزینه پایینی 24 و 12 ساعت بودن زمان نشون میده که اینجا ما روی 24 قرار دادیم، یعنی ساعت رو به صورت 24 ساعت نشون میده برای ما. تایید رو میزنیم. خب برای بازگشت به منوی اصلی دکمه سمت راست پایین فشار میدیم دوباره و ساعت ما به نمایش داده میشه. برای تغییر حالت دیسپلی صفحه هم میتونیم دکمه سمت چپ بالا رو فشار بدیم و میبینیم که نمایشگر ساعت تغییر میکنه.